خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همکارای محترم. میخوام در ارتباط با نحوه کاربرد دستگاه الکتروشوک سایران در واقع خدمت دوستان صحبت کنم. همونجوری که می‌دونید این دستگاه رو در واقع یه شرکت ایرانی که شرکت اپتیک هست وابسته به صنایع الکترونیک ایران توی اصفهان در واقع میسازه، برند ایرانی هست، خیلی فیچرهای خوبی داره و حالا می‌خوایم با نحوه کاربردش به صورت بالینی آشنا بشیم. اگر دوستان زحمت بشن از نزدیک بیان نگاه بکنن، ببینید این دستگاه چند تا قابلیت رو به کاربرش میده. یکی اینکه ما میتونیم مانیتورینگ باهاش انجام بدیم، هم از طریق این در واقع سیستمی که میبینید، ببینید یا با استفاده از 3 تا الکترود یا با استفاده از 5 تا الکترود که الان روی بیمارنما این رو خدمت شما ما نشون میدیم، نحوه وصل کردنش و کار کردنش. کاربرد بعدی که این دستگاه داره، ما میتونیم از عنوان AED از این استفاده کنیم، اتوماتیک اکسترنال دفیبریلاتور، یعنی از پدای مولتی فانکشن استفاده بکنیم. برای بیمارا حتی مود AED این هم فعال میشه. پس یکی دیگه از کاربردهای این استفاده از پد مولتی فانکشن هست که ما میتونیم وصل کنیم به اینجا. اگر پدا رو وصل کنیم میتونیم به عنوان الکتروشوک اتوماتیک هم استفاده بکنیم. یه کاربرد دیگه که داره الکتروشوک منوال هست که ما توی قسمت شوک ازش استفاده میکنیم، به صورت منواله که روتین ترین کاربردش هست تو بیمارستان برای ما. و یه قسمت دیگه اکسترنال پیس میکر هست، به صورت ترانسکوتینوس پیسینگ، ضربانساز خارجی استفاده میشه که اونجا باز پدای مولتی فانکشن باید گذاشته بشه.